پسرتون چی کاره است؟ سوال معمولی که والدان دختر هنگام خواستگاری از نزدیکان داماد میپرسند. پاسخ مهاجر کاری در روسیه والدان جانبی دختر را خوشنود نمی کند. در اکثر موارد والدان دختر به این گونه خواستگارها پاسخی رد می دهند. رحیم باباکلانوف رئیسی یک محله را در موضع میرشکاران در کنار شهر دوشنبه بر عهده دارد. بر ضمن کارهای دیگر جمعیتی او با درخواست والدان جوانان به خواستگاری می رود. باباکلانوف که حداقل هر هفته در یک مراسم خواستگاری شرکت می کند، روز 19 آگوست گفت اگر داماد شونده از شمار مهاجران کاری باشد، اکثر خواستگاریشان ناکام می شود. همصحبت ما میگوید در این میان مهاجران خوش‌طالع حساب میشوند که در طول سالهای مهاجرتشان شهروندی و یا شناسنامه روسیه را به دست آوردند. اگر جوان صاحبی پاسپورت سرخ است، بختش آمد کرده است و در این صورت خواستگاری آسان است. خواستگاری برای چنین جوانان با توی انجام می‌یابد، میگوید رحیم باباکلانوف. ساکنان تاجیکستان از شمار آنهایی که دخترانی برکمال دارند میگویند نمیخواهند دخترانشان را به مهاجران کاری به شوهر دهند، چون که با آینده خوبی دخترشان به چنین جوانان باور ندارند. سعیده، یک مادر از ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان، در صحبت با رادیو آزادی گفت به چند از خواستگاران بنابر مهاجر کاری بودن پسرشان جواب رد داد. او گفت تو می اومدم فقط از چی بودم، از روسیه آمدگی، اما خیلی من گفتی او رو نمی گرفتم، چون که چند همسایه ما همتری رسیانو را گرفتن یک مدت زندگی کرده رفتن دیگر بر نگشتن. انا موندن خیلی حیران که چیکار کنیم در زندگی. مرحبا زنون و مدیر سازمان غیر دولتی ازدواج و عائله میگوید بعد از سالهای جنگ شهروندی شمار دختران از پسران به مراتب زیاد بود و در شرایط وضعیت اقتصادی والدان از آمدن هر خواستگار خوشنود بودند، اما حالا وضعیت به کلی بهتر شده است و طلبات نیز به داماد بیشتر. وی گفت بو این زمانه بو دیگه شد، خیلی وحش شد. انکم حضور البته با فکرم پدر و مادرم خیلی میترسن که خفناک شدگی آخر میترسن که اگه همون گروهی که رئیسی به داخل شدگی نباشد بسته یا که زن داشتن، یکی در روسیه زن دارد. ضمن دادگاه‌های تاجیکستان که عریضه‌های عائله‌ها را برای بیکار کردن نکاح بررسی می‌کنند می‌گویند مهاجرت کاری یکی از سبب‌های از همپاشی زیادی عائله‌های جوان است. مهاجرت کاری در جامعه تاجیکستان پس از سال‌های 2000 اوج گرفت. آنهایی که داننده زبان خارجی و کسب و معلومات معینه بودند در طول این سال‌ها صاحب شهروندی روسیه شده، در این کشور حتی صاحب منزل شخصی و کار معین شدند. بنابر آمار نفوس شماری اخیر در روسیه 230,000 تاجیک تبار شهروندی این کشور را پذیرفته ساکن مقیم این کشور شدند.